مرد نصرانی مرد مسلمان را به خانه‌اش تکلیف میکند. بگاهی بعد از خوردن طعام مرد نصرانی در یک طبق خوشه انگور می آورد. 2 نفر انگور را با هم می خورند. پس از آن مرد نصرانی شراب می آورد. این مرد مسلمان می گوید من نمی نوشم، این برای من حرام است. مرد نصرانی خنده می کند و می گوید من برای شما مسلمان ها حیران می شوم. حالا آن که همین شراب هم از همین انگوری که با هم خوردیم از همین انگور است. عزیزان، دوستان، پاسخ این مرد مسلمان را ببینید. مرد مسلمان گفت تو زن داری؟ مرد نصرانی گفت بله دارم. مرد مسلمان باز پرسید تو دختر داری؟ مرد نصرانی گفت بله دختر نیز دارم. مرد مسلمان گفت پس بدان که همسرت این انگور است و این شراب دخترت است و این را بدان که خداوند برای تو همسرت را حلال و دخترت را حرام گردانیده است. مرد نصرانی پس از شنیدن این جواب از مرد مسلمان واقعا جواب خود را یافت و گفت لا اله الا الله محمد رسول الله.